خلیل کوروش ماما تعطیل شدی؟ یا ابوالفضل یا ماموس مامان مگه نگفته بودم نیا جلو مدرسه؟ بچه مامان خلیل رو نگاه کنید. پسر من هنوز کوچیکه، دوست داره تونتون بره مدرسه. میگه دوستان میگن مامان چقدر خوشگل و مهربونه. او به پسرت بگو که ازم با پسرت خیلی ساده است. پسر این خیلی ساده است. یکی به پسر این بنده خدا بگی سلام به ستونای گنگ آنتون، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. اومدیم با یه اکسپلور گردی جدید. عاشق تک تکتونم، بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عاشق تک تک. دوست دخترم، من چای صبحانه‌مو با شکر قهوه‌ای میخورم. تو با چی میخوری؟ من ای فلک تاکه کلک، وقتی که دوست دختر از بالا شر میزنی. آره بچه سعی کنید با همتراز خودتون بریم. مثلا دختر استوری گذاشته بود که صبح داشت بلوبری میخورد با پنکیک. به حقیقت قبل از اینکه اون منو بلا کنه من خودم زدم دیلیت اکانت کردم. این کی داره از دیگه من عکس میگیره؟ راننده‌های دستی. کاری که هر روز من میکنم. نمیتونی اصلا. هی باید دنده بدی، هی باید بزنی صاف کنی، هی دنده بدی باید دوباره خاص شل کنی بزنی صاف کنی. فقط اتومات. ببخشید ما قشر ضعیف جامعه. بزن که نون تو دنده زدن. دخترها اینطوری ان که اون پسر همه دنیا منه. این نه وای حاجی وای. بعد ازش میپرسی چند تا دوست پسر داشتی؟ این چه سوالیه؟ من تا حالا دوست پسر نداشتم. یه موقعیتی رو رد میکنی که نزدیک بود به 1384 به 404 تبدیل بشی. سمن شدی آقا این متاسفانه دیشب خودم بود و نمیدونم چجوری جمع کردم کارو که نریدم. به خدا واقعا شانس آوردم آجی. یعنی الان که دارم فهم کنم دیشب چه گوی خوردم، خدا رو مبوسید. وقتی مامانت میاد دم مدرسه اینو فقط پسرا درک میکنن. خلیل کوروش ماما تعطیل شدی؟ یا ابوالفضل یا ماموس مامان مگه نگفته بودم نیا جلو مدرسه؟ بچه مامان خلیل رو نگاه کنید اومده در مدرسه. چی پسر خوب به جون ناموس من شر میکنم، غیرتی هم دعوا میکنم. مامان ماشین آوردم به دوستاتم بگو بیا برسیم. محمد داداش آره خواهرم اومده نگران. دروغ میگه محمد خواهرش نیست مامانشه. بابا مامان بیا بریم دیره بیا. الان چیکار کنم؟ تو نمیدونی آرامش از من تو این 365 روز مدرسه. این دلیلی که پسرا میدونن ولی اگه دخترا نمیدونن بزنین بهتون بگم. به خاطر اینکه وقتی مادرش میاد ممکنه 1000 تا فحش بهش بدن، 1000 تا متلک بگن و 1000 تا حرف دیگه بگن. و آره پسر من هنوز کوچیکه، دوست داره تونتون بره مدرسه. میگه دوستان میگن مامان چقدر خوشگل و مهربونه. به پسرت بگو که ازم با پسرت خیلی ساده است. پسر این خیلی ساده است. یکی به پسر این بنده خدا بگی موقعیت. وقتی بابات میگه بیا 5 دقیقه کارت دارم. شب شد. من متاسفانه بابام که صدام میکنه میگه بیا این کار کن، میگم باشه چشم میام. بعد دفعه دوم دفعه سوم میگه دیگه میبینی خودش بدبخت میره کارا رو میکنه. نمیدونم ما ژنمونه. خب بابا دست من نیست، ژنمونه شیرازیم. چیکار کنم؟ خب بابا مگه تقصیر منه؟ یه روز بابام گفت امیر آچار 14 رو بیا بیرون. اون روز گیربکس پیکانمون رو آوردیم پایین. وقتی میخوام برم دنبال اون رفیق چوسون. متاسفانه من در همه شرایط همینجوریه. پدرسگا میگه مسابقه چس میذارن. بابا انقدر تو ماشین میچستن دیگه اون ماشین جا نداره نفس بکشی. به قرآن من شاکی ام آجی، کجا باید برم؟ البته خب منم کم نمیارم. به نظرم سفیده عینک لازم داره. الهی بگردم. کوره. ببخشید بچه من نمیتونم خندمو کنترل کنم. کوره. ما برای این سفیده عینک بزنیم بدبخت گناه داره. من در حالی که سعی میکنم بعد از 10 ساعت اکسپلور گشتم بخوابم. هنو لاس میزنی با نکست و نکست میشه بست.
بابا به خدا زندگیمو گرفته این اکسپلور این استای پدستک. من صبح گوشیو باز میکنم تو اکسپلورم، شب باز میکنم تو اکسپلورم، صبح باز میکنم 4 ساعت نمیتونم از اون تختم بیدار شم. قبل خوابم اکسپلور میبینم نمیتونم. دارم میمیرم دیگه. یکی این استای من حذفش کنه تو رو با خدا بسمش. ناخونا بلنده و نوکشونم که فرنچه فتیش فوت داره و با باربیام هم فرنزه اگه هستی هیترم اصلا اشکالی نداره بیا کنم کی کیس فرنچه. و ایدت عالی بود، ایدت عالی بود، خیلی حال کردم با این ویدیو. کارخانه وینستون اعلام کرد بعد از انتشار این فیلم 756 میلیون دلار ضرر کرده. دیگه بکشن، منم با این چیزا مخالفم. ای بابا شما چرا اینقدر پاستو ریزید؟ بفرمایید. نه ممنون، ما سیگاری نیستیم. مثل که واقعا مثبت اینا. هر وقت کسی سیگار تعارف میکنه یاد این حرف پدرم میفتم که میگه همش از همین یه نخ سیگار شروع میشه. چیه؟ تو فکر رفتی؟ الان که فکرشو میکنم میبینم که حق با پدر آقا مجیده. یعنی میشه ترک کنم؟ چرا که نه، ما کمکت میکنیم. خیلی این ویدیو تاثیرگذار بود و فکر میکنم دیگه کلا هیچ کی دیگه سیگار نکشه بعد این ویدیو. شرکت وینستون کلا جمع میکنه. این که هیچ فرقی نکرد با قبلش. آقا این چی بود؟ هیچ فرقی نکرد با قبلش. خب ستونه گنگ آنتون، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. عاشق تک تکتونم، به خدا خرتونم تا ابد. بوس روی صورتای زیباتون. عاشق تک تکتونم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.